جولای 1996 در نیویورک زلزله شناسی به نام دکتر پل ریچاردز و تیمش پی بردن که هسته زمین با سرعت بیشتری نسبت به سطح سیاره در حال چرخیدنه و ممکنه درونش هوای آزاد در جریان باشه. البته پیش از اختراع خط راجع به فرضیه زمین توخالی در پیکتوگرام ها و نقاشی های درون غار نمادهایی پیدا شده بود، ولی در آغاز قرن 20 این موضوع دوباره مورد توجه دانشمندان و کاوشگران قرار گرفت. یه افسر نیروی دریایی آمریکایی به نام ریچارد برد در سال 1929 بر فراز قطب جنوب پروازی اکتشافی داشت و به شکل زنده از رادیو اتفاقات رو گزارش می‌کرد که در حین پرواز ناگهان با صحنه شگفت‌انگیز و عجیبی روبرو شد که دولت آمریکا تلاش کرد تا موضوع مسکوت باقی بمونه. اگه براتون جالبه بدونید که اونجا چه اتفاقی افتاده بود و چه شواهدی دال بر صحت فرضیه زمین توخالی وجود داره، میتونید ویدیوی کاملش رو در کانال کندوکاو ببینید.